درود به همگی، امیرحسین هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. خیلی خوب بچه، اومدیم با یه ویدیو دیگه از پلیلیست استوری تایم که توی این ویدیو ما میایم یه سری داستانا از انیمیشن ها و بازی مختلف تعریف می‌کنیم که تا الان فقط اسکیبیدی تویلت بوده. بعداً چیز دیگه هم میذارم اصلا. پس تو ویدیو امروز اومدیم با داستان اصلی به وجود اومدن تویلت ها که قبلا گذاشتم یه پارت ازش گذاشتم، اون فهمید و تئوری بود. این در واقع میشه گفت داستان اصلی جیمن و به وجود اومدن اسکیبیدی تویلت هاست. حالا جیمن کیه جلوتر بهتون میگم. بچه‌ها اطلاعات ویدیو از این دو شخصی اینجا واسهتون میذارم برداشته شده. ایشون فکر کنم اسپکتار یا ادیت بود اگه اشتباه نگم، اگه اشتباه میگم معذرت میخوام. و ایشون الای تیوی من که واقعا دمش گرم، تشکر ویژه بکنم از الای تیوی من علاوه بر اینکه اطلاعات زیادی راجع به این ویدیو به من داد، اطلاعات خیلی بیشتری هم داده که ویدیو جدا هم از اون میشه درست کرد و خلاصه خیلی هم حمایت میکنم، واقعا دمش گرم. یه نکته خیلی ریزم بگم، شاید این ویدیو زیاد طولانی نباشه و شاید حتی به 5 دقیقه نرسه که عذرخواهی میکنم بابتش و سعی میکنم از ویدیو بعدی ویدیو طولانی‌تر شه و جبران شه این موضوع. و همین آقا زیاد طولش ندیم و بریم سراغ ویدیو. همه چی از سال 1985 میلادی شروع شد. داستانمون روی سیاره زمین نیست، بلکه روی سیاره خیلی چندین کهکشان دورتره که توی اون سیاره اسکیبیدی‌ها زندگی می‌کردن و انواع مختلفی هم داشتن. یکی از اونها استرو تویلت‌ها بود اگه اشتباه نمیگم. حالا فرق از تویلت‌ها با تویلت‌های معمولی چیه؟ اینه که علاوه بر اینکه چندین برابر قوی‌ترن، قدرت ذهنی خیلی بهتری دارن و چیزهای دیگه و همینطور میتونن بدون جت پک پرواز کنن و با سرعت نور حرکت کنن و اسلحه هایی دارن به اسم گراویتی گان یا همون تفنگ جاذبه. گراویتی گان چه با کلاس. حالا این وسط شخصیتی بوده به اسم جیمن که نه تنها استرو تویلت بوده بلکه فرمانده استرو تویلت ها بوده که یه روز صبح پا میشه میگه چیکار کنم چیکار نکنم و میزنه دم و دستگاه استرو تویلت ها رو کلا نابود میکنه و خیانت میکنه بهشون. و اونام که از این موضوع عصبانی بودن تمام تجهیزات و هر چی جیمن داشته رو ازش میگیرن. جیمن هم که چاره دیگه نداشته فرار میکنه به سیاره زمین. حالا چرا زمین رو انتخاب کرده نمیدونم دیگه. طبق گفته این دوستم یعنی اسپکتر یا ادیتس، جیمن با استفاده از فرکانس آهنگ اسکیبیدی مغز انسان‌ها رو ویروسی میکنه و اونا رو به اسکیبیدی تبدیل میکنه. حالا این وسط انسان‌ها بیکار نشسته بودن. فردی به اسم سیکرت ایجنت که همون مأمور مخفی داشته یه کاری انجام میداده. سیکرت ایجنت رئیس آزمایشگاه اسم آلفا هیلز بوده که وقتی میبینن اسکیبیدی دارن زیاد میشن میگن خب ما هم باید یه کاری بکنیم و سایبورگ هایی مثل کامرامن و انواع مختلف دیگه‌شون رو میسازن. دانشمندای خیلی زیادی هم توی این آزمایشگاه کار میکردن، از جمله همون ساینتیست تویلتی که الان ما میشناسیمش که بعدها به سری اداره نامعلوم ساینتیست تویلت از کارش استعفا میده و از اون گروه کلا جدا میشه و میره پی کار خودش. حالا که ما هم سایبورگ های خودمون رو داشتیم و میتونستیم مقابل جیمن مقابله کنیم. حالا که میتونستیم مقابل جیمن وایسیم و باش بجنگیم، این ساینتیست تویلتی که کثافت از خدا بیخبر رفت جیمن رو نجات داد و نذاشت که در واقع کامرامن باش بجنگه. حالا این وسط تو این گراویتی از اون ور استرو تویلت ها هم به سیاره زمین حمله کردن تا اونا هم بتونن جیمن رو بکشن و باز همین ساینتیست تویلت نذاشت این اتفاق بیفته. داستان همینجوری ادامه پیدا کرد. جیمن هر روز قوی‌تر میشد و تعداد اسکیبیدی‌ها هر روز بیشتر میشد و هر روزی که میگذشت مقابل با اونا سخت‌تر میشد تا اینکه دیگه برگشت نمیگم چون اسپویل می‌شیم از چنل‌های مختلف مثل دافوگون که چنل اصلی اسکیبیدی تویلت ببینین بقیه‌شو و اگه دوست دارین ساب کنین تا خودم بهش ریاکت بدم و بعدا میاد کانال خودم ببینید. اگه این کارو کنین ممنون میشم واقعا. همین آقا امروز از داستان اصلی جیمن یا همون در واقع اوریجین استوری آف جیمن که تو یوتیوب سرچ کنین میاره واسهتون. حالا این سراغ یه سری از نکات و در واقع ایستر اگ مانندهایی از انیمیشن اسکیبیدی تویلت که اونا رو بهتون بگم. همونجوری که میدونین شاید هم ندونین، اسکیبیدی تویلت از چنل دافوگون واسه اولین منتشر شده و زیاد هم قدیمی نیست، همین فکر کنم 1-2 سال پیش فوقش منتشر شد. و در واقع دافوگون اولین قسمت اسکیبیدی تویلت رو به صورت این ویدیو کوتاه و در واقع واسه یه جوک، واسه میم درست کرد و اصلا قصد ساختن انیمیشنش نبود، ولی خب ویو زیادی گرفت و دافوگون هم که چنل یوتیوب دیگه پول تو ویوه و وقتی ویو زیادی داره گفت چرا که نه من ادامه‌شو میسازم. بعد 2-3 تا ویدیو کوتاه دیگه ازش درست کرد و هر کدوم بیشتر از قبلی ویو گرفت و این شد که اسکیبیدی تویلت کلا به وجود اومد که بعدها چنل مثل دام استودیو، ویار لنس کنن و چنل مختلف دیگه اومدن انیمیشن خودشون رو از روی این انیمیشن ساختن و در واقع حالت فندوم مانند در واقع حالت فن مید مانند شد این انیمیشن ها. بچه‌ها این بازی داریم به اسم هاف لایف. حالا تا دیروز میگفتم نصف زندگی هاف لایف
خلاصه این بازی اسم هاف لایف یا همون نصف زندگی پارت 1 و پارت 2 در واقع 2 سری از این بازی اومده. و حالا چرا دارم اینو میگم؟ چون خیلی از مکان‌ها، ساختمان‌ها، شخصیت‌ها و چیزهای مختلف انیمیشن اسکیبیدی تویلیت از روی این بازی هستش و در واقع همین جیمن یا همون سایتیز تویلیت اینا توی این بازی حضور دارن. یادتونه گفتم استرو تویلیت های سری تفنگ به اسم گراویتی گان یا هم تفنگ جاذبه دارن؟ این تفنگ ها در واقع دو نوعن، نوع زردشون و نوع آبیشون. نوع زرد دست استرو تویلیت هاست که در واقع نوع ضعیف ترشونه. گراویتی گان نوع زرد میتونه اجسام رو جابجا کنه، میتونه انسان ها رو از اینجا به اونجا پرت کنه و از اینجور کارا. اما گراویتی گان نوع آبی علاوه بر اینکه میتونه تمام این کارا رو با چندین برابر قدرت بیشتر انجام بده، میتونه علاوه بر همه اینا اکسیژن رو از بدن موجودات زنده بکشه بیرون و خفشون کنه. حالا گراویتی گان آبی دست کی هستن، از کجا اومد؟ این گراویتی گان آبی دست تایتان کامرامن از سری اسپیریت مولتیورس دیده شده توی سیزن 8 که همین الان چنل ما آپلود شده و میتونید بگین اگه دوست داشتین ببینید حتما. و حالا این تایتان کامرامن از کجا آورده این اسلحه رو دیگه نمیدونیم، خدا داند. و همین خیلی ممنون که این ویدیو چرت و پرت تا اینجا تماشا کردین. اگه دوست داشتین لطفاً لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه که خیلی خوشحالم میکنه. و همین آقا، حرف دیگه نمیمونه و تا ویدیوی بعدی بدرود.